12 سال پیش اردیبهشت سال 92 که چند ماهی بود دانشگاه قبول شده بودم، یه روزی پسرعمم اومد خونمون و گفت که تو برای بهتر درس خوندن به یه ابزار نیاز داری و بعد کادوی لپتاپ رو باز کرد و گفت که این مال توه، باش سعی کن آدم بهتری بشی. من با اون لپتاپ درس خوندم، پایان نامه نوشتم، به مراحل بعدی زندگی رفتم، وارد محیط کار شدم. الان که به اون روز برمیگردم و فکر میکنم اون برای من فقط یک لپتاپ نبوده، یه حس بوده از این جنبه که یک نفر حواسش به قدم‌های بعدی تو زندگی هست و انگار دستی به گرمی روی شونه تو گذاشته و گفته ادامه بده، من کنارت هستم. من یه دوندم. تو دویدن‌های استقامتی همپا خیلی مهمه. وقتی نفست سنگین میشه، وقتی پاهات زودتر از خودت خسته میشه، وقتی مسیر سربالاییه، یکی هست که داره هم ریتم تو میدوه. چیزی نمیگه، فقط هست. همراهه. تو دویدن‌های طولانی یه جاهایی هست که ذهنت زودتر از بدنت خسته میشه. اونجا همپا خیلی مهمه. کمکت میکنه ادامه بدی. توی کار هم ممکنه یه جاهای شرایط سخت بشه، ناپایدار بشه. مثل الان یه رنج میاد، رنج جمعی بزرگ، اما ما مجبوریم به ادامه دادن. اینجا همپا مثل یه چیزی برای ما میمونه که کمک میکنه کارامون سرپا بمونه. اگر که نزدیک 3 دهه هست که چهارگون داره فعالیت میکنه، با حمایت مردم همین سرزمین بوده. اگر که آوات چهارگون عضو جوانتر خانواده چهارگون چندین ساله که داره فعالیت میکنه، باز هم با حمایت مردم همین سرزمین بوده. الان ما بر خودمون وظیفه میدونیم که از کسب و کارهای کوچیکی که دارن برای بقای خودشون تلاش میکنن در این روزگار سخت حمایت بکنیم و همپاشون باشیم و هم مسیرشون باشیم. وقتی مسیر سخت میشه، ارزش داشتن همپا بیشتر خودش رو نشون میده. ما در آوات چهارگون داریم تلاش میکنیم که برای کسب و کارهایی که الان شرایط سختری رو دارن تحمل میکنن و برای بقاشون دارن میجنگن بتونیم که کمکی باشیم و همپاشون باشیم. در کمپین همپا ما در تلاشیم که یک ابزاری برای همکاری تیمی و ارتباط اعضای تیم به این کسب و کارها ارائه بدیم. اگر که شما هم برای ادامه دادن به یک ابزار همکاری تیمی نیاز دارین، ما همپاتونیم.